و در مذهب ابو حنیفه هستند. پس کی باید در مذهب کی باشد؟ الله ما را به پیروی کی امر کرد؟ اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت کنید الله را، اطاعت کنید رسول الله را. و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی که رسول الله به شما آورد بگیرید و هر چیزی که رسول الله شما را از اون بازداشت از اون دور باشید. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. به تحقیق برای شما رسول الله الگوی نیکو است. در این آیات ها ابو حنیفه نیستند. در کجا این آیات آمده است که به ابو حنیفه اطاعت کنید گفته باشد؟ در کجا این آیات آمده است که ابو حنیفه آورده رو بگیرید؟ در کجا این آیات ها آمده باشد که ابو حنیفه الگوی شما هستند؟ الگوی ما رسول الله است صلی الله علیه و سلم. ما وقتی که گفتیم که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله گفتیم. اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله گفتیم. یعنی ما شهادت دادیم که رسول ما محمد صلی الله علیه و سلم است. یعنی ما شهادت دادیم که همین آورده رسول الله را میگیریم. نمازمون مثل نماز رسول الله است، روزه‌داریمون مثل روزه‌داری رسول الله است، اعتقادمون مثل اعتقاد رسول الله است، نمودی ظاهریمون مثل نمودی رسول الله است. در اینجا ابو حنیفه وجود نداره. کسی میگوید که تو باید مثل ما نماز خوانی، نامعقول کرده است. همین ها باید مثل رسول الله نماز خوانند. شما مثل نماز رسول الله نماز خوانید. پیامبر مگر نگفتن که صلوا کما رأیتمونی اصلی؟ نماز خوانید چگونه که مرا میبینید که نماز میخوانم. پیامبر در یگان جا بدون رفع الیدین نماز نخواندند. رفع الیدین حدیث صحیح از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در روایت صحیح امام بخاری آمد، در روایت صحیح امام مسلم آمده است از عبدالله ابن عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که اذا رفع رأسه من الرکوع رفع یدیه، وقتی که رکوع می‌کردند اذا رفع یدیه رکوع می‌کردند دستشون رو می‌برداشتند، وقتی که سرشون رو از رکوع می‌برداشتند دستشون رو می‌برداشتند، وقتی که از تشهد اول می‌خواستند با رکعت سوم دستشون رو می‌برداشتند. امام بخاری کتاب نوشتند به مسئله رفع الیدین قرة العینین فی الصلاة. برداشتن دست در نماز این نور دو چشم است گفتند. تمام صحابگان دست رو برداشتن نماز می‌خواندند. ابو حنیفه کی است؟ ابو حنیفه پیامبر نیستند، ابو حنیفه صحابه نیستند، ابو حنیفه تابعین نیستند، ابو حنیفه یک عالم رحمه الله. لیکن ما پیروی البته که از همین گفته الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم. ما به پیروان ابو حنیفه میگیم که ابو حنیفه رو از پیامبر بالا نگیرید. پیامبر رو به خاطر ابو حنیفه این کار نکنید. ابو حنیفه به این کار شما راضی نیستند. ابو حنیفه گفتند که اذا جاء الحديث اذا صح الحديث فهو مذهبی. زمانی که حدیث صحیح باشد نمین است مذهبی من گفت. ابو حنیفه اگر می بودند در همون خانه همین 4 5 نفر شما رو همینجا یک لاتوکوب میکردن، برای اینکه ابو حنیفه یکی از سخت‌ترین کسایی بودند که میخواستند که مردم سنت پیامبر را بگیرند. ابو حنیفه میخواستند که پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم همه بکنند. بارک الله فیکم. از همین جهت شما پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنید و اما خنده کردن به سنت پیامبر این کفر است. احتیاط باشید، این خیلی غلط است. بارک الله فیکم.